آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهوری افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی نغمه در کشور امریکا، جدا شدن نغمه از همسر دومش، گفتنی‌های تازه شفیق مرید دامادش، نغمه در کدام کشور بوده است و چرا دیگر به هنر موسیقیش نمی پرداخت، این خبر تا چه دقیقت داشته است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوز کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهوری افغان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب، یکی از هنرمندان سرشناس در هنر موسیقی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را از سن نوجوانی آغاز کرد و اصالتاً پشتون بوده است، ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. دوره لیسه را در مکتب الفت در مکرویان کابل به اتمام رسانید. وی از سن 18 سالگی شروع به کارهای هنر موسیقیش کرد و توانست آهنگهای بیشمار بسرود. دوستداران و طرفداران خوبی برای خودش پیدا کرد. نغمه هنرمند مشهور و پرآوازه افغان در 18 سالگی با منگل ازدواج کرد و ثمره ازدواجش 5 فرزند بود. اما دیر نگذشت نغمه از منگل هم جدا شد و در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. داوید نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه از همسر دومش جدا شده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم نغمه زندگی خوش و آرامی داشته باشد. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوز کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشتم. موفق و کامیاب باشید.